سلام و درود. امروز خدمتتون هستم با یه غذای خوشمزه دیگه به اسم سموسه. سیب زمینی ها رو اندازه‌اش رو توی تصویر مشاهده میکنید. واسه 10 نفر کافیه. یکم زردچوبه اضافه میکنیم، نمک، فلفل و اگر دوست داشتید پاپریکا. میذاریم تا آب پز بشه و 3 تا پیاز کافیه. اگه دوست داشتید بیشتر اضافه کنید. و من سوسیس ها رو و هات داگ ها رو رنده کردم، اینجوری هم قشنگ به خورد مواد میره هم خوشمزه میشه. و مقداری جعفری تازه اضافه میکنیم. بریم که داشته باشیم. سموسه فقط با 3 قلم. اگر علاقه داشتید بیشتر مواد اضافه کنید، بهش سوسیس بزنید، سیر بزنید، جعفری تازه بزنید، ولی اصلی ترین موادش سیب زمینی هستش و پیاز. پاپریکا، جعفری، فلفل، نمک، یه کمی زردچوبه اضافه میکنیم به پیاز، میذاریم تفت بخوره. بعد که طلایی شد، سوسیس یا همون هات داگ که از قبل تهیه کردیم و رنده کردیم و اضافه میکنیم که از خامی در بیاد. سیب زمینی ها رو میذاریم خنک بشه، اضافه مواد میکنیم و تمام. شاید کمتر از 10 دقیقه آماده میشه و یه غذای مقوی خوشمزه و پر انرژی. سوسیس ها رو اضافه کردم با پیاز تفت بخوره، رشش بلند بشه. جعفری هم از قبل تو فریزر داشتم اضافه کردم. اینم منظره بیرون آشپزخونه. هوا بهاری و بسیار دلانگیز. عاشق این صدا و عطر و بوی این قسمت از سموسه. خب مواد میانی سموسه آماده شد. یه همچین بافتی رو میخوان، فقط با 3 قلم پیاز، سیب زمینی و سوسیس. بریم تا آماده کنیم. نانهای لواش رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. مواد میانی رو داخل نون میذاریم به این صورت. بعد این کار رو میکنیم. بعد اینو به این صورت میبریم بالا، به این صورت. بعد میریم بالا. این کار رو انجام میدیم و اضافه کار رو اینجا رو نصف میکنیم و میبریم داخلش به این صورت. به این صورت نون اضافه رو میبریم داخل. خب سموسه آماده است برای سرخ شدن. به به، سموسه همون داره آماده میشه.